وقتی استقلال دولتی ملی پیش آمد و تاجیکستان از هیئت جمهوری‌های سابق شوروی برون گشت و مناسبت‌های بین دولتی از بین رفتن، ارد تاجیکستان، گندم تاجیکستان که اصلا از همسایه کشورها خاصه از قزاقستان و روسیه می اومد برهم خورد و مردم ما که با محصولات نانی و ارد و گندم عادت کرده بودند و زندگی رو به این تصور کردن هم مشکل بود، یک گشنگی دهشت انگیزی سرتاسری رو در آن سالها پشت سر کردیم و کار تا به درجه رسیده بود که بعضا ما گوشت تناول کرده نمیتوانستیم. بله، این جای محابات هم نیست، چون که وقتی که قوم ملتی که با نان و ارد و گندم و محصولات گندمی عادت کرده است، حتی دور و دراز گوشت بریان خورده نمیتواند. ولی همین آش پلو که همه هوس آن رو میخورد در آرزوی است، همین 2 روز 3 روز یا 10 روز استعمال کردن امکان دارد. یگانه چیزی که مردم به نان عادت کرده رو تسکین میبخشد محض گندم و محصولات گندمی است و این به سر مردم تاجیکستان دهشت بسیار وزنی رو پیش آورد که در همون شب و روز پرسین از کلانسال‌های خیش یک گاو در بازار وقتی برده میفروختی همگی 1 لینچک ارد میشد یا 2 لینچه گندم و همین رو پرزیدنت مملکت با یک سپارش خود با یک فرمان پیشنهاد کردهش سپارش به حکومت جمهوری در دوام یک چند ماه حل فصل کرد که تا امروز در بعضی جاها دوام دارد. زمین های پرزیدنتی، بله همون سالهای اول گرسنگی سپارش داد به حکومت جمهوری تاجیکستان که برای کل خواهشمندان تاجیکستان از زمین های کورم، از زمین های للمی آبی 10-15 صادق چون زمینی پرزیدنتی برای استفاده دائمی سپارند. بعضی نورسان و جوانان ما که از تاجیکستان برون می روند و پیشرفت ترقیات بعضی ممالک خاصه دولت های اروپا را می بینند، گویا به غضب می آیند که تاجیکستان قفا مانده است. یک لحظه ایستاده اندیشه نمی کنند که استقلال تاجیکستان را همگی 33 سال شد و آن دولت هایی که آنها را امروز در آغوش گرفته است و آن شخصیت هایی که آنها رو مبلغ گذاری کرده استفاده میبرد 500 سال باز در یک شکل ادامه دارد و البته پیش می رود، ترقی می کند. وابسته به وضعی که در تاجیکستان 30 سال مقدم پیش آمد، همین شب روز رو ما حتی تصور کرده نمی توانستیم. خاصه جنگ دهشت انگیز خانوادگی که در تاجیکستان دامن پهن کرده بود، تر خشک دیار و کلی شهروندان تاجیکستان تمام رعیت رو به تشویش آورده بود، چون که جنگ نه تنها در سرتاسر مملکت یا میان محل ها، ولایت ها، ناحیه ها، حتی همسایه ها در هر یک خاندان خشونت جا داشت. یعنی جنگ حتی در هر یک خانه تاجیکستانی ادامه داشت و پیش آن را گرفتن شخصا در عقل منی در آن شب و روز دامن 40 ساله نمی گنجید که در یک مهلت کوتاه چنین تنجی و آرامی پیش می آید و در سرتاسر عالم شهرت می یابند. شاید امروز جوانان خاصه نورسان ندانند که در همان زمان شوروی که تا حال کلانترهای ما
و در گفته آنها جوانان و نورسان هم زمان شوروی رو یاد آورده افسوس میخورند. در خود همین قلمرو شوروی تاجیک کی بود نمیدونستند. بله حتی در خود مسکو و لنینگراد تاجیک رو معرفی کردن مشکلی های زیادی داشت. ولی امروز خوشبختانه تاجیک رو نه تنها در قلمرو سابق شوروی، حتی در تمام کره ارض در سرتاسر عالم میشناسند. اقلا شکری همین رو به جا آورده پیش رو بیاریم که چی بخت نصیبی نسل امروز گشته و همه همین آبادی، آزادی، پیشرفت و دست یافتن با اعمار کاخ نور که در آینده برای 100 ساله ها خدمت پیش می آورد، محض به پی قدم استقلال دولت ملی و آزادی سرتاسری به دست آمد و با کارداری های سرور دلاگاه و مورد شناس و خیرتمند زمان گذشته که چنین امکانیت را تأمین کرده توانست. محض برای همین من سرور محبوب کشورمان را پرزیدنت موفقی در این زمان بسیار پر از تشویش‌های زیاد پیش آمده یعنی محترم امام علی رحمان رو در یک کتاب خویش حکیم زمان نام بردم. در این راستا این اولین گفته من نیست. هنوز سال 1998 من با نام کرشمه بخت یک اثر آفریده بودم که در اساس تجربه پیش آورده محترم امام علی رحمان پیشنهاد گشته بود و در این میان شاید ده ها مراتب در شکل های گوناگون، در نگاشته های خرد و بزرگ، حتی در جلد های علاهیده این مضمون رو پیشنهاد ساخته ام. ولی متاسفانه مردم ما خاصه جوانان نورسان امروز از خواندن دور افتادند و همین حکیم زمان که در مجموعه علاهیده 10 سال مقدم پیشنهاد گشته بود و چند روز پیشتر در صحیفه های سرتاسری عالم آن را پیشنهاد ساختم و چشم یک چند دلسیاه افتاده و اعراض گرفتند که گویا این محابات باشد. نه برادران عزیز، من همچون یک مرد موسفید روزگار دیده که تمام دهشت‌های تاجیکستان را شاهد بودم، دیدم، کتابت کردم، نواربرداری کرده و کارکرد کرده 10 مرتبه پیشنهاد ساختم. این لحظه رویاروی شما بار دیگر تأکید می‌دارم که امام علی رحمان حقیقتاً هم حکیم زمان است، چون که بزرگترین درد ملت را شفا بخشید. جنگی که در تاجیکستان پیش آمده بود تر و خشک دیار را در کوره قدرت کینه بین همدیگری ما میسوخت و حتی پیش راه آن رو گرفتن امکانیت نداشتن آن طرف بیستد تصور کردن برای نسل زمانی ما در عقل نمی گنجید. ولی ما دیدیم که در یک دوره بسیار کوتاه همگی در 5 سال این دهشت رویاروی ملی را شفا بخشید، مردم را به هم آورد، گریزه های سرتاسری تاجیک و تاجیکستانیان را از دور و نزدیک به مرز و بوم اولادی برگرداند و در دوام یک مهلت نهایت کوتاه با اعمار کاخ نور بزرگترین انشاءات تاریخی برای کشور، برای آبادی تاجیکستان و برای زندگی امروز پساوندان را پیش آوردی. در آن وقت تاجیکستان اکنون از جنگ شهروندی برون گشته یگان امکانیت مالی و اقتصادی نداشت و حتی اندیشه های خیر و نیکی همسایه داری هم در گرد و اطراف روشن نبود. راه اندازی کرد و باید همین لحظه تاکید کنیم که روغون اصلا برای آینده، برای آبادی 10 ساله ها 100 ساله های تاجیکستان و نسل های بعد اصلا راه اندازی می شود.